وقتی نیچه گریست. فصل اول، بخش دوم. سالومه آرام نشسته بود و وقتی دکتر او را سوال پیچ می کرد لبخند می زد و لبخندش همانطور که رگبار پرسش ها بیشتر و بیشتر می شد رنگ شیطنت به خود می گرفت. دوشیزه، شما طوری لبخند می زنید انگار رازی را پنهان می کنید. به گمانم شما از اون دست خانم‌های جوانی هستید که از داشتن سراسر خوشتان می‌آید. چقدر سوال کردید آقای دکتر، فوق‌العاده است. چند دقیقه بیشتر نیست مشغول گفتگو هستیم و هنوز سوالات متعدد و سرگیجه‌آور زیادی باقی مونده. اطمینان دارم این موضوعات برای گفتگوهای آتیمون نوید بخش خواهند بود. حال بگذارین قدری بیشتر از احوال مریضمان برایتان بگویم. مریضمان، در حالی که بروئر باز محو قدرت جسورانه این زن جوان شده بود، سالومه آغاز به سخن کرد. نیچه تمامی پزشکان آلمان، سوئیس و ایتالیا را آزموده و نتیجه‌ای نگرفته. هر یک از پزشکان نتونستن درک درستی از بیماریش به دست بیارن و حتی دردش هم نتونستن کم کنن. اون خودش به من گفته در 24 ماه گذشته نزد 24 نفر از بهترین پزشکان اروپا رفته. خونه و کاشانش رو ترک کرده. دوستان بسیاری را از دست داده و از کرسی استادیش در دانشگاه استفاده ده و اکنون همچون آواره‌ای سرگردان در جستجوی منطقه‌ای با شرایط آب و هوایی قابل تحملی است تا شاید بتونه فقط چند روزی از درد رهایی پیدا کنه. زن جوان مکسی کرد. فنجان قهوه‌اش را برداشت و همانطور که خیره در چشمان بروئر مینگریست قدری از قهوه چشید. خانم محترم، بنده هم در کسوت طبابت اغلب با بیمارانی سر و کار دارم که بیماری‌های غیر معمول و ناشناخته دارند. صادقانه عرض کنم من نیز هیچ معجزه‌ای در آستین ندارم. در مواردی همچون نابینایی، سردردهای مزمن، سرگیجه، التهاب معده، ضعف قوا و بیخوابی که تازه با بسیاری از عالی‌ترین پزشکانم مشورت شده و نتونستن کاری از پیش ببرن، جز آنکه 25مین پزشکی باشم که در طول این ماها به دیدارش رفته است، احتمال آنکه از دستم کاری بر بیاد بسیار ناچیزه. بروئر به صندلیاش تکیه داد. سیگار برگی بر لب گذاشت و آن را روشن کرد. دود آبی باریک سیگار را بیرون داد و لحظه صبر کرد تا دود محو شود. سپس ادامه داد: در هر حال یک بار دیگه پیشنهاد میکنم آقای پروفسور نیچه برای معاینه به مطب من مراجعه کنند. اما پیشتر عرض کنم پرواضح هستش ریشه یابی و مداوای چنین بیماری غیر قابل شناسایی که گریبان ایشون را گرفته بسی فراتر از حیطه علم پزشکی هستش که ما در سال 1882 از اون بهره میبریم. دوست شما احتمالاً یک نسل زودتر به دنیا آمده است. سالومه خنده‌ای کرد و گفت: زودتر به دنیا آمده؟ چه عبارت پیشگویانه‌ای دکتر بروئر. اغلب میبینم نیچه هم همین را میگه. حالا معلوم شد شما مناسبترین پزشک برای اون هستید. هرچند بروئر آماده بود برخیزد و برود و تصویر همسرش ماتیلده دائم به ذهنش می آمد که لباسایش را کامل به تن کرده و بی‌صبرانه در اتاق هتل از این سو به آن سو قدم می زند، بیدرنگ اشتیاق نشان داد و پرسید: چطور مگه؟ اون غالبا برای معرفی خود میگه من فیلسوفی هستم که جهان مرا پس از مرگم خواهد شناخت. فیلسوفی که جهان برای درکش هنوز آماده نیست. در واقع کتابی که مقدمات نوشتنش رو فراهم میکنه با همین مضمون آغاز میشه. یک پیشگو، زرتشت، با کوله‌باری از حکمت. بر اون هست تا میان آدمیان نوری بیفکند، اما کسی از کلامش سر در نمی آورد. هیچکس هنوز آمادگی درک حرفایش را ندارد. پس پیشگو در می‌یابد پیش از موعد ظهور کرده و آنگاه به مغاک تنهایی خود باز می‌گردد. بانوی گرامی، کلام شما شور زیادی در من ایجاد می‌کنه. من خود عاشق فلسفه‌ام، اما امروز وقتم تنگ است و در ضمن هنوز پاسخ روشنی برای این سوالم دریافت نکردم که چرا دوست شما برای مشاوره با من به وین نمیاد.
سالومه صاف به چشمان بروئر نگریست و گفت: جناب دکتر بروئر، عدم استراحتم رو بر من ببخشید. شاید ابهام در گفتارم دلیلی نداشته باشد. همیشه از مصاحبت و مجاورت با اندیشمندان بزرگ و نامدار لذت بردم. شاید به این دلیل که همواره برای رشد و شکوفایی خود به الگوهایی نیاز داشتم. شاید به این دلیل که فقط دوست دارم آنها را گرد هم آورم. اما به خوبی آگاهم که مصاحبت با مردی با عظمت و وسعت اندیشه شما برایم موهبتی است بی‌نظیر. بروئر حس کرد صورتش سرخ شده. دیگر نمیتوانست نگاه خیره سالومه به چشمان خود را تحمل کند و همینطور که او به گفتن ادامه میداد رویش را به سمت دیگری برگرداند. منظورم اون است که شاید به این علت به نداشتن صراحت متهمم که فقط میخواستم زمان با هم بودن را طولانی تر کنم. دوشیزه، باز هم قهوه میل دارید؟ سپس بروئر حرکت دستی برای پیشخدمت نشان داد. و از این نان صبحانه های بامزه باز هم میل دارید؟ تا به حال درباره فرق پخت نان در آلمان و ایتالیا فکر کردین؟ پس بذارین براتون نظریم رو درباره ارتباط میان نان و خصلت ملی توضیح بدم. بروئر دیگر عجله‌ای برای رفتن به نزد ماتیلده نداشت و در همان حال که با خیال آسوده صبحانه‌اش را در کنار سالومه میل می‌کرد، به تضاد عجیبی می‌اندیشید که در زندگیش پیش آمده بود. چقدر عجیب به نظر می‌رسید که برای رهایی از رنج‌هایی که زنی زیبا برایش پیش آورده بود، به ونیز پناه آورده بود، ولی اکنون در کنار زنی بسیار زیباتر نشسته بود و خوشوبش می‌کرد. او همچنین متوجه شد که در طول چند ماه گذشته برای نخستین بار بود که ذهنش از هر گونه تشویش و خیال برتا رها شده است. با خود می‌اندیشید شاید در پس همه این ماجراها کوره امیدی برایم پیدا شده باشد. شاید با کمک این زن بتوانم صحنه شلوغ نمایش پردازی ذهنم را از وجود برتا خالی کنم. آیا به جای دارو درمانی مشکل خود توانستم راه حلی روانشناختی برایش بیابم؟ داروی خوشخیم و بدون عارضه‌ای چون سنبل تیپ میتواند جایگزین مناسبی برای داروی خطرناکی چون مورفین باشد. شاید درست مانند لوسالومه به جای برتا این میتوانست پیشرفتی رضایت بخش به حساب آید. مهمتر آنکه این زن پیچیده تر و متشخص تر بود. چطور میتوان گفت؟ برتا زنی است با رفتار جنسی نابالغ، مجسمه‌ای از یک زن و همچون کودکی که ناشیانه در جسم یک زن قرار داده شده است. اما بروئر خوب می‌دانست که همین معصومیت جنسی و نابالغ برتا بود که دلش را رو بود. هر دوی این زنان در دلش هراس می‌افکندند. هر دو خطرناک بودند، ولی هر کدام به طریقی. این زن لوسالومه او را با قدرتش می‌ترساند، با آنچه می‌توانست بر سرش بیاورد. برتا اما او را با فرمانبرداریش می‌ترساند، چون اجازه می‌داد هر کاری با او بکند. وقتی راه‌های مخاطره انگیزی را که با برتا در پیش گرفته بود به یاد آورد، از ترس رعشه بر اندامش افتاد. چقدر به نقض اصول اساسی اخلاقی پزشکی نزدیک شده بود و چیزی نمانده بود که خودش را، زندگی خانوادگیش و دار و ندارش را به ورطه نابودی بکشاند. در این اثنا او چنان پرحرارت مشغول گفتگو بود و چنان سراسر وجودش را فریبندگی این زن جوان که برای صرف صبحانه او را همراهی می‌کرد مجذوب خود کرده بود که سرانجام این سالومه و نه او بود که بحث بیماری دوستش را پیش کشید. آن هم با اشاره به اظهار نظری که بروئر درباره معجزات پزشکی عنوان کرده بود. دکتر بروئر، من 21 سالم است و هر گونه اعتقاد به معجزه را از سر بیرون راندم. من به این باور رسیدم که شکست 24 پزشک حاذق معنایی جز این ندارد که در دانش پزشکی عصر حاضر به انتهای راه رسیده ایم. اما درباره من اشتباه فکر نکنید. من در اینکه شما بتوانید بیماری نیچه را مداوا کنید دچار هیچ توهمی نیستم. دلیل اینکه از شما درخواست کمک کردم این نیست. بروئر فنجان قهوه‌اش را پایین گذاشت و ریش سیبیلش را با دستمالش پاک کرد.
سرکار خانم، عذرخواهی میکنم. حقیقتا گیج شدم. شما در آغاز گفتید به کمک من نیاز دارید چون که دوستتون بسیار مریض هست. نگفتید؟ نه دکتر بروئر، من گفتم دوستی دارم که به یأس دچار هست و خطر جدی هست که به زندگیش خاتمه بده. موضوع یأس پروفسور نیچه هست، نه جسمش، که میخوام مداواش کنید. اما خانم سالومه، اگر دوست شما تحت تاثیر جسم رنجورش دچار یأس شده باشه، من هیچ روش درمانی برای درمانش ندارم. چه کاری میتوان کرد؟ نمیتوانم درمان یک ذهن بیمار را بپذیرم. سالومه سرش را با ناامیدی تکانی داد و دکتر بروئر چنین برداشت کرد که او حرفای پزشک لیدی مکبث را دریافته است و ادامه داد: دوشیزه سالومه، نه هیچ دارویی برای یأس هست، نه هیچ دکتری میتواند امراض روحی را معالجه کند. هیچ کاری از دست من بر نمیاد جز آنکه یکی از چشمه‌های آب معدنی اتریش یا ایتالیا با خواص درمانی را تجویز کنم، یا شاید صحبت با یک کشیش یا چند تن از مشاوران مذهبی، یا حتی یکی از اعضای خانواده و شاید هم یک دوست خوب بتواند مفید باشد. جناب دکتر، من میدونم کارهای بیشتری از دستتون برمیاد. من خبرچینی دارم. برادرم ینیا دانشجوی رشته پزشکی است که اوایل همین سال در مرکز درمانی شما در وین دوره‌ای رو با شما گذرانده است. ینیا سالومه. بروئر سعی کرد این نام را به یاد بیاورد، اما تعداد دانشجویان بسیار زیاد است. او بود که گفت شما عاشق واگنرید و اینکه این هفته قرار است برای تعطیلات به هتل آمالفی در ونیز بیایید و خلاصه اینکه چطور باید چهره‌تون رو بشناسم. اما مهمتر از همه اینا، از او شنیدم که شما درمانگر یأس هستید. تابستان گذشته او در کنفرانس غیر رسمی شرکت کرده بود که آنجا درمان زنی را تشریح می‌کردید به نام آنا او، زنی که به بیماری یأس مبتلا بود و شما او را با روشی نوین مداوا کرده بودید، با درمان کلامی. روش درمانی بر پایه منطق و ایجاد گشودگی در تداعی‌های در هم پیچیده ذهنی. ینیا میگه شما تنها پزشک در سراسر اروپا هستید که میتونید واقعا روانشناسانه درمان کنید. آنا او. بروئر با شنیدن این اسم دست پاچه شد و وقتی خواست فنجان را به لبانش نزدیک کند، قهوه از آن ریخت. دستش را با دستمال پاک کرد و امیدوار بود سالومه متوجه این دستپاچگی نشده باشد. آنا او. آنا او. باور کردنی نبود. سرش را به هر طرف برمیگرداند، با آنا او روبرو میشد. نامی مخفی که بر برتا پاپنهایم نهاده بود. بروئر نام بیمارانش را با دقت و وسواس فوق‌العاده‌ای محرمانه نگه می‌داشت و زمانی که با دانشجویانش بحث می‌کرد هرگز از نام واقعی آنان استفاده نمی‌کرد. در عوض نامی مستعار به کار می‌برد، به صورتی که حرف اول نامشان را در حروف الفبا به یک حرف عقب‌تر جابجا می‌کرد. ب پ مخفف نام برتا پاپنهایم میشد آ او یا مثلا آنا او. ینیا فوق‌العاده تحت تاثیر شما قرار گرفته بود. وقتی تدریستون و روشتون در درمان آنا او را تعریف میکرد، میگفت برایش موهبتی بوده که توانسته زیر سایه نبوغ شما شاگردی کند. اکنون ینیا دیگر جوانی نیست که به آسانی تحت تاثیر کسی قرار گیرد. قبلا هرگز ندیده بودم چنین پرشور صحبت کند. آن روز مصمم شدم روزی به دیدارتان بیایم و با شما آشنا شوم و شاید هم از محضرتان بیاموزم. اما وقتی بیماری نیچه در 2 ماه گذشته رو به وخامت گذاشت، آن یک روز فوریت پیدا کرد. بروئر دور و برش را نگاهی کرد. اکثر مشتریها غذایشان را تمام و کافه را ترک کرده بودند. اما او که برتا را به کل از زندگیش حذف کرده بود، همچنان بر جای خود نشسته و مشغول گفتگو با زنی بود که برتا باعث آمدنش شده بود. حس لرز و سرمایی آزاردهنده وجودش را فرا گرفت. آیا رهایی از برتا ممکن نبود؟
بروئر گلویش را صاف کرد و به خود فشار آورد و ادامه داد: دوشیزه، مورد درمانی را که برادرتان براتون تعریف کرده فقط همون یک مورد بود. موردی خاص که برای اون از شیوهی کاملا تجربی استفاده کرده بودم. دلیلی هم وجود نداره که فکر کنیم این روش خاص برای دوستتون هم مفید واقع خواهد شد. در واقع دلایل زیادی هست که نشون میده این گونه نخواهد بود. آخر به چه دلیلی؟ با کمال تأسف باید عرض کنم زمان کمی که در اختیار دارم مجال شرح کامل به من نمیده. در این فرصت اندک اجمالاً میتوانم خدمتتون عرض کنم که آنائو و دوست شما درگیر دو بیماری متفاوتند. همانطور که شاید برادرتون براتون گفته باشه، این خانم دچار هیستری شده بود و علائم فلج کننده متعددی در اون دیده میشد. روش من بر این پایه استوار بود که با بهره گیری از هیپنوتیزم به بیمار کمک کنم ضربه های روانی رو که مسبب اصلی بیماریش بود به یاد بیاره و سپس به روشی نظاممند تک تک این علائم رو از ذهنش بزدایم. وقتی منبع خاص نمود میافت، علائم بیماری هم رفع میشد. جناب دکتر بروئر، فرض کنیم که یأس یک علامت بیماری باشه. آیا نمیتوان با همین روش درمانش کرد؟ یأس علامت درمانی نیست خانم، ابهام داره، نامشخص هست. هر کدوم از علائم آنائو به قسمت مجزایی از بدنش مربوط میشد. هر علامت از تخلیه هیجانات درون مغز ناشی میشد که از مسیرهای عصبی خاصی بروز میافت. اما آنچنان که شما از دوستتان گفته اید مشخص است یأس ایشان کاملا جنبه تعالی جویی داره. برای چنین عارضه‌ای روش درمانی وجود نداره. برای اولین بار بود که سالومه درنگ می کرد. اما دکتر بروئر، باز دستش را روی دست دکتر گذاشت. پیش از آنکه آنائو را مداوا کنید هیچ روش درمانی برای هیستری هم وجود نداشت. تا آنجا که من اطلاع دارم پزشکان فقط از حمام آب سرد یا آن روش دردناک شوک الکتریکی استفاده می کردند. اطمینان دارم که شما و شاید فقط شما می توانید روش درمانی نوینی را برای نیچه ابداع کنید. بروئر ناگهان متوجه ساعت شد. باید هرچه سریعتر نزد ماتیلده می رفت. دوشیزه، بنده هر چه در توان دارم برای دوستتان به کار خواهم گرفت. بذارید کارتم را تقدیم شما کنم. امیدوارم دوستتان را در وین ملاقات کنم. سالومه قبل از آنکه کارت را در کیفش بگذارد یک لحظه نگاهی گذرا به آن کرد. دکتر بروئر، باید با تأسف بگم اصلا کار ساده‌ای نخواهد بود. باید اقرار کنم نیچه بیماری نیست که همکاری کند. در واقع او روحش هم خبر ندارد که من با شما صحبت کردم. او فردی است شدیداً در حصار حریم شخصی خود و بسیار مغرور. او اگر محتاج کمک هم باشد هرگز بر زبان نخواهد آورد. اما شما گفتید او آشکارا از خودکشی دم میزنه. در هر گفتگویی که داشتیم، در هر نامه‌ای که نوشته، اما هرگز استمداد نمی‌طلبد. اگر او از صحبت من با شما باخبر شود هرگز مرا نخواهد بخشید و اطمینان دارم از مشاوره با شما امتناع خواهد کرد. اگر هم به هر طریقی بتوانم قانعش کنم نزد شما بیاید فقط امراض جسمانیش را مطرح خواهد کرد. هرگز او را در شرایطی نخواهید یافت که از شما یاری بطلبد تا از یأسی که گریبانش را گرفته رهایی‌اش دهید. حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. او اعتقادات مستحکمی درباره ضعف و قدرت دارد. بروئر دیگر مایوس و بی‌حوصله شده بود. پس خانم سالومه، داستان شکل پیچیده تری پیدا کرد. شما از من می‌خواهید با شخصی به نام پروفسور نیچه ملاقات کنم که باور دارید یکی از بزرگترین فلاسفه عصرمان هست و می‌خواهید او را متقاعد سازم که زندگی یا حداقل زندگی او ارزش زیستن دارد و به علاوه باید این کار را بی آنکه بفهمد به انجام برسانم. لو سالومه سرش را برای تایید تکان داد. نفسش را که در سینه حبس کرده بود بیرون داد و به صندلی‌اش تکیه کرد.
دکتر ادامه داد: اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ فقط انجام مأموریت اول، یعنی مداوای عارضه یأس، خود از حیطه علم پزشکی خارج است. اما این شرط دوم که بیمار مخفیانه مداوا شود واقعا به عملیاتمان فضایی از وهم خیال می بخشد. آیا باز مانعی هست که تاکنون پرده از آن بر نداشته اید؟ شاید این پروفسور نیچه فقط به زبان سانسکریت تکلم می کند، یا مثلا اینکه حاضر نیست دست از گوشه عزلتش در تبت بردارد. بروئر سرش گیج رفت، اما همین که چهره حیران سالومه را دید بیدرنگ بر خود مسلط شد. جدی میگم دوشیزه سالومه، چطور باید این کار رو بکنم؟ تازه دارید متوجه میشید جناب دکتر. حال متوجه شدی که چرا من به کسی کمتر از شما قانع نیستم؟ ناقوس‌های سان سالواتوره شروع به نواختن ساعت کردند. ساعت 10 شده بود. ماتیلدا تا حالا باید نگران شده باشد. اما او... بروئر یک بار دیگر پیشخدمت را صدا زد. همانطور که منتظر صورت حساب بودند، لو سالومه از او دعوتی عجیب به عمل آورد. جناب دکتر بروئر، افتخار میدید فردا صبحانه مهمان من باشید. همانطور که پیشتر گفتم برای بیماری یأس پروفسور نیچه مسئولیتی بر عهده دارم. هنوز حرفای زیادی دارم که باید با شما در میان بگذارم. فردا خیلی متاسفم، امکان پذیر نیست. این خوشبختی هر روز نصیبم نمی شود که زنی زیبا مرا به صبحانه دعوت کند، اما مجاز نیستم دعوتتان را بپذیرم. هدف دیدار من از این شهر همراهی با همسرم بوده و دور از نزاکت خواهد بود. بار دیگر تنهایش بگذارم. پس بگذارید پیشنهاد دیگری مطرح کنم. به برادرم قول دادم همین ماه به دیدارش بروم. در حقیقت تا همین اواخر برنامه‌ام این بود که با پروفسور نیچه به آنجا بروم. اجازه دهید وقتی به وین آمدم اطلاعات بیشتری در اختیارتان بگذارم. در ضمن سعی خواهم کرد پروفسور نیچه را متقاعد سازم به نزدتان بیاید تا تخصصی درباره وخامت وضع جسمانیش از شما مشورت بگیرد. با هم از کافه خارج شدند. وقتی پیشخدمت‌ها مشغول تمیز کردن میزها بودند، تنها چند مشتری هنوز نشسته بودند. وقتی بروئر داشت آماده میشد تا خداحافظی کند، لو دستش را دور بازوی او حلقه کرد و شروع به قدم زدن با او کرد. دکتر بروئر، این 1 ساعت چقدر زود گذشت. من سیر نشدم و زمان بیشتری از شما میخوام. اجازه هست تا هتل همراهیتون کنم؟ بروئر از این جمله جسورانه و مردانه او جا خورد. اما چون از لبان او گفته شده بود به نظر عادی و بی منظور می آمد. همینطور که بقیه آدم ها با هم حرف می زنند و زندگی می کنند. وقتی زنی از بودن در کنار یک مرد لذت می برد، چرا نباید بازویش را بگیرد و با او راه نرود؟ به راستی کدام یک از زنانی که او می شناخت حاضر بودند چنین جملاتی بگویند؟ این زن با همه زنان دیگر فرق داشت. این زن آزاد بود. بروئر در حالی که دست لو را بیشتر به بدن خود می فشرد گفت: هرگز از رد هیچ دعوتی تا به این حد متأثر نشده بودم. اما دیگر باید بروم. تنها هم باید بروم. همسر عزیز و نگرانم حتما در کنار پنجره انتظار مرا می کشد و این مسئولیت بر عهده من است که با عواطفش ملاطفت بیشتری داشته باشم. سالومه دستش را از بازوی بروئر خارج کرد تا رو در رو با او قرار گیرد. ایستاده و قدرتمند مثل یک مرد گفت: البته، اما به نظر من کلمه وظیفه کلمه ثقیل و ظالمانه است. من مسئولیت هم را فقط به یک چیز تقلیل دادم و اون هم ابدی کردن آزادیم هست. ازدواج و اونچه در ملازمتش میآید همچون حق مالکیت و حس حسادت روح آدمی را در بند می کند. این احساسات هرگز بر من سلطه نخواهند یافت. دکتر بروئر،
امیدوارم روزی برسه که هیچ زنی و هیچ مردی به دیگری به بهانه ضعف‌های درونش ظلم نکنه. سپس با همان اتکا به نفسی که آمده بود برگشت و گفت: خدا نگهدار تا دیدار بعدی در وین.